بیا تا یادت بدم با استفاده از بند عینک کسب درآمد کنی. روز 5 ایده های بومساز گلدوزی آموزش ساخت بند عینک. احتیاج داریم به نوار کتان که اندازش رو داخل کپشن برات می‌نویسم. نوار کتان رو داخل کارگاه فیکس می‌کنیم و گلدوزیمون رو انجام میدیم. زان فیکس رو برمی‌داریم، به اندازه نوار کتان برش میدیم و از قسمت پشت گلدوزی روی کار می‌ذاریم. برای کاور کردن پشت کار مجددا نوار کتان می‌ذاریم. روی کار رو اتو کشی می‌کنیم. زان فیکس داخل کار باعث میشه که 2 تا نوار کتان به هم بچسبن. 2 عدد گازگیر رو نصب می‌کنیم روی کار. من اینجا دارم با سیمچین انجام میدم، شما حتما با انبردست انجام بدید. بعد 2 عدد حلقه به 2 طرف کار نصب می‌کنیم. ممنون میشم با لایک و کامنت از این پست حمایت کنید. و در آخر گیره های ژله‌ای رو نصب می‌کنیم. این پست رو سیو کن تا در اولین فرصت بسازیش.